بعید بدونم توی این همه وقتی که توی این اینستاگرام چرخیدی یا به قول معروف تلف کردی تا حالا درباره این نشنیدی که مردم میگن هیتلر و لواندوفسکی با هم دیگه نسبت فامیلی دارن. اونم چی؟ نوه و پدر بزرگ. ادعای عجیب و سنگینیه، اونم راجع به آدم بزرگی مثل هیتلر و نوه داستان ما رابرت لواندوفسکی. همه میدونیم فوتبالیست محبوب و مشهور عصر معاصره. و حالا من اینجا چی میگم؟ من میخوام به قول معروف ته و تو قضیه رو براتون در بیارم و بفهمیم قضیه این داستان چیه. بریم سراغ اصل ویدیو. خب کتاب تاریخ رو باز میکنیم. اول میریم سراغ هیتلر. آدولف هیتلر رهبر حزب نازی بود و همچنین رئیس جمهور آلمان هم بود. اونم تو چه سالی؟ سال 1933 که به دست خود مردم انتخاب شد. اونم به سرعت محبوب شد و محبوبیت بین مردم هم همه میدونیم عجیب ترین قدرت جهانه و بهترین نوع قدرته. اون در همون اوایل قوانین سفت و سختی علیه یهودی‌ها اعمال کرد که نشون میداد قرار دشمنی سفت و سختی باشون داشته باشه که همین هم شد و تاریخ ثابت کرد. همچنین اگه تاریخ رو دنبال کنید میدونید که اون در زمان خودش فرد شماره 1 جنگ جهانی دوم بود. کشتار گسترده‌ای رو انجام داد و پیروزی‌های زیادی رو هم به دست آورد. خلاصه که رو راست گنگ عصر خودش بود. ولی خب دنیا اینجوریه دیگه، یعنی زین به پشت و یعنی پشت بزین. البته اگه ضرب المثل رو برعکس نگفته باشم. اون با شکست‌های متعددی که خورد متاسفانه سرانجام تو سال 1945 در کشور خودش و شهر برلین خودکشی کرد و داستان اون به غم انگیزترین شکل ممکن تموم شد. و حالا یه جورایی درباره لواندوفسکی یه سری دیتا بهتون بدم. البته میدونم که میدونید چه جمله گفتم. اونم اینه که رابرت لواندوفسکی فوتبالیست لهستانی که سابقه بازی در تیم‌های بایرن مونیخ و در حال حاضر برای بارسلونا رو داره و چون لهستانیه طبیعتاً برای تیم ملی لهستان بازی کرده. یه سه عادیه. اون تو سال 1988 در تاریخ 21 اوت در ورشوی لهستان به دنیا آمد و میدونیم که جزو بهترین مهاجم‌های تاریخ با بیش از 650 گل به ثمر رسونده و یه رکورد باور نکردنی که گلزن برتر لیگ قهرمانانه، البته در رتبه سوم. و همچنین باید بگم که تازگی به این رکورد رسیده. البته اگه فوتبال باشگاهی رو دنبال کرده باشید همین چند وقت قبل رسیده به این رکورد. خب میرسیم به سوال اصلی که باید همینجا رو راست بهتون بگم. هیتلر هیچ وقت پدر بزرگ کسی نبوده، چون همسری برای خودش انتخاب نکرده و تمام ادعاهای رابطه با زنان خارجی یا تجاوز و بچه دار کردن اونها دروغی تاریخی بیش نیست و تحریف آلمان و هیتلره. اون هیچ وارثی بر جای نگذاشت و جالبتر این که خیلی ها اصرار دارن حتما اشتراک خونی وجود داره و هیتلر رو دایی روبرت میدونن. باید بگم یه جورایی ما اول ویدیو باید در مورد خانواده هیتلر حرفی میزدیم که نزدیم، ولی در همین حد بدونید که هیتلر 6 خواهر و برادر داشت که بیشترشون در سنین کودکی فوت شدن. یه جوری بخوام رو راست باشم باهاتون، 3 تاشون تو بچگی فوت شدن و 3 تای دیگه تونستن تا بزرگسالی دووم بیارن. ولی رسانه‌ها همیشه در مورد خواهر همیشه نزدیک و مورد علاقه خود هیتلر صحبت میکنن، یعنی پاولا هیتلر که تنها خواهر زنده اون بود و تا سال 1960 عمر کرد. ولی نکته جالب در مورد پاولا که من پاولینم شنیدم، یه جورایی احتمالاً به خاطر لهجه هم پاولا هست و هم پاولینه، ولی من پاولا صداش میکنم. و این نکته‌ای که میگم باید بدونید اینه که اون هیچ وقت ازدواج نکرده و خیلی هم منابع میگن پاولا حتی باکره از دنیا رفت. پس یعنی شایعه رد و دروغ تاریخی تلقی میشه. ولی خب ما هیچ وقت همه چیز رو نمیفهمیم. شاید قضیه‌ای پشت پرده باشه که به بیرون درس کرده و ما فکر می‌کنیم دروغی باشه. هیچ چیز معلوم نیست، ولی چیزی که من از منابع درآوردم اینه که این شایعه است و دروغه و همچین حرف مزخرفی رو هیچ وقت باور نکنید. کلا به دنیای مجازی باور نداشته باشید و اعتماد نکنید و مواقعی که این چیزا رو میشنوید خودتون دست به عقل شید. راستی اول ویدیو نگفتم، من متیس هستم و اینجا هم چنل وهومنه هستش. اگه از ویدیوهای اول کانال خوشتون اومده میتونید با لایک و کامنت و سابسکرایب از من حمایت کنید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید و تا ویدیو بعدی